وکیلان مردمی روسیه طرح دو قانون را قبول نکردند که مؤلفانش اعضای حزب لیبرال دموکرات یکی از احزاب مهاجر ستیز بودند. در جلسه دومای دولتی در روز 15 ایول سرگئی لیئونوف معاون رئیس حزب طرح دو سند را معرفی کرد که به باور او بلاهایی را که مهاجران به سر مردم روسیه می‌آورند کم می‌کند. مسئله با مهاجران ارتباط میگیرد که به کشور ما میآیند و بسیاری از آنها در هاستل ها ثبت نام میکنند که مهمانخانه به حساب میرود. در آنجا یک سال یا بیشتر از آن زندگی میکنند و راستی برای مردم محلی این هاستل ها دردسر و مصیبت زیاد میآورند. برای همین ما پیشنهاد میکنیم که ثبت جای اقامت در هاستل ها فقط تا یک ماه باشد. وکیلان دیگر گفتند که حکومت روسیه و کمیته های دوما طرفدار چنین قانون نیستند و آن نباید قبول شود. چنین هم شد. از میان تقریبا 400 وکیل فقط 50 نفر به طرفدار این طرح رأی دادند. طرح دیگری که سرگئی لیئونوف پیشنهاد کرد به قراردادهای کاری مهاجران با کارفرما ارتباط داشت، ولی آن هم روی کاغذ و امضا نشده ماند. ما پیشنهاد میکنیم که مهلت قرارداد کاری با خارجیان فقط برای یک سال تعیین کرده شود. حالا ممکن است که قرارداد به مهلت کاری بسته شود. به نظر ما یک سال کافی است که مهاجر عهده‌داری‌های کاریش را اجرا کرده به وطنش برگردد و اگر قرارداد تمام شد باید قرارداد نو بندد. اگر این کار را نکرد بر اساس قانون‌های روسیه باید در مدت 15 روز از کشور رانده شود. به نظر ما این تدبیر در عموم نظارت بر مهاجران و آمدگان را سخت‌تر و سیاست مهاجرت را بهتر می‌کند. اما پیش از نمایشکارانه رد شدن این طرح این دو قانون، دومای دولتی طرح چند سند دیگر را پذیرفت که خرج مهاجران برای گرفتن پتنت را زیاد می‌کند و عین زمان به گفته مقامات امکان می‌دهد که نظارت بر مهاجران سخت‌تر و جای اقامت آنها آسان‌تر شود. مهمترین سند در این میان درباره ستانیدن باج دولتی برای پتنت بود. این سند از جمله برای دادن پتنت به شهروند خارجی، نسخه آن، تمدید آن، وارد کردن تغییرات در پتنت باج نوی دولتی تعیین می‌کند. برای دادن نسخه پتنت، ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامت باج گرفته می‌شود. همچنین حجم باج برای ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامتش زیاد کرده می‌شود. در صورت حکم اجرا گرفتن قانون از روز 1 سپتامبر امسال مهاجران کاری برای گرفتن پتنت و یا تمدید آن 4200 روبل علاوگی می سپارند. در صورت دراز کردن مهلت اجازتنامه برای کار هم عین پول را باید پردازند و اگر می خواهند نسخه پتنت و یا اجازه برای کار بگیرند 2100 روبل دیگر باج دولتی می سپارند. وزارت مالیه روسیه حساب کرده است که تعیین باج نو برای مهاجران کاری به بودجه دولت 17 میلیارد روبل درآمد اضافه می آورد. وکیلان مردمی روسیه در این جلسه گفتند در کشور بیشتر از 6 میلیون مهاجر کاری ثبت شده است و تقریبا 700,000 نفر آنها غیر قانونی هستند. در مدت نیم سال سپری شده در بسیاری از جلسه های دومای دولتی مسئله مهاجرت را پیوسته در میان گذاشته بحث زیاد می کردند و در سرخط خبرهای روسیه قرار می گرفتند. حامیان حقوق می گویند که هر زمان که مشکلات داخلی روسیه زیاد می شود قیمت ها مردم را به تنگ می آورند. وکیلان و مقامات برقصانه مسئله مهاجرت را داغ می کنند تا افکار مردم ناراضی را به دیگر سمت برند. به گفته آنها در این زمان که جنگ دوامدار و ویرانگری پرتلفات روسیه در اوکراین مردم را ناراضی کرده است، دیگر باره مسئله مهاجرت کاری را پیش کشیدند.